مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سر حال باشید. امروز در برنامه پشت پرده یه سری اخبار جدید بعد از برگشت این چهره امیرحسین مقصودلو یا همون تتلو برای شما داریم که خیلی از طرفدارها و خیلی از افرادی که حالا ممکنه طرفدارش هم نباشن به دنبال جزئیات بیشتر و اخبار جدیدتر در خصوص تتلو میگردن. البته در طول این چند روز گذشته دعوا بین افراد سیاسی داخل ایران هم به خاطر حضور امیر تتلو در داخل ایران هم بالا گرفته. حالا جزئیات اون اتفاقات رو هم به شما خواهیم گفت و اینکه در خبرها شنیده شده بود که آره امیر تتلو یه تصویری ازش اومده بیرون در داخل حالا زندان یا جاهای مختلف که حالا تصویر هم براتون پخش خواهم کرد. یادم رفت بندازمش روی نظر ادیت لایومون، ولی خب الان براتون میندازم، هیچ جای نگرانی نیست، هیچ جا نریدید، همینجا باشید. بله این هم یه تصویری بود که گفته بودن آقا این تتلو توی بخش و ایشالله آزادی تو اینها، که البته خب این فتوشاپ یا اصطلاح خودمون فتوشاپ تیویش نیست. اما حالا جدا از همه اینها یه سری خبرهای جدیدتر دیگه هم به دستمون رسیده که گویا تتلو بعد از اینکه به تهران منتقلش کرده بودن حالش به شدت بد بوده، بدن که خب میدونید دیگه تتلو اعتیاد به مواد مخدر داشته و چند ساعتی رو در بیمارستان بوده و گویا بهش مورفین هم تزریق کردن، اما که این در کدوم بیمارستان بوده یا چه جزئیاتی داشته بمونه برای بعد. اما موضوع مهمتری که این روزها راجبش صحبت میشه این هستش که برای تتلو چه حکمی رو صادر خواهند کرد. آیا تتلو اعدام میشه؟ آیا حبس طولانی مدت میگیره یا چیزهای دیگه؟ اون چیزی که مشخص هستش اینه که در بین سیاسیون یه دعوای سیاسی وجود داره و گویا به دنبال قربانی میگردن و بهترین قربانی رو شاید تتلو بدونن. این تصویری که الان بهتون نشون میدم تصویری هستش که وایرال شده و اصلاح طلبها دارن به اصولگراها حمله میکنن و میگن که تتلو یک اصولگرای شیش آتیشه بوده، حمایتش از ابراهیم رئیسی، عکسش با چندین نفر از افراد بلندپایه سیاسی، زرقامی اون وسط میبینید که در حال حاضر تو دولت آقای رئیسی هم یکی از وزارتخونه ها رو داره و خیلی از افراد دیگه و این آهنگ شهدایی که تتلو خونده بوده، آهنگی که برای انرژی هسته خونده بوده و تقدیری که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه از تتلو چند سال پیش کرده بوده و یک کاریکاتوری که به این شخص داده بودن همه باعث شده بوده که افراد سیاسی اصلاح طلب حمله بکنن به تتلو و اصولگرا بگن که ببینید این تتلویی که آزارگر جنسی بوده، اون تتلویی که مشکل اخلاقی داشته، اون تتلویی که فلانی بیسان داشته، شما ازش یه زمانی تقدیر میکردید، الان چرا پشتش هستید یا پشتش نیستید؟ و زمزمه این که آره تتلو با دولت ابی رئیسی بسته که اصولگرا هستن و بسیاری از افراد بلندپایه این حکومت بسته و برگشت ایران هم در حال اصلاح طلبها احساس خطر میکنن، چون اگر اصولگراها موفق بشن این لابه‌گری و این امتیازی که از برگشت تتلو دارن رو به نفع خودشون ثبت بکنن و تتلو رو بتونن آزاد بکنن یا بتونن طرفداران تتلو رو سمت خودشون بیارن، طبیعتا یک پونت مثبت و یک قدرت سیاسی برای اصلاح طلبها هستش. با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس خیلی از نماینده‌های مجلس هم میکوبن برای آزادی تتلو، چون میدونن که تتلو اگر آزاد بشه رأی قسمتی از جامعه ایران رو به نفع خودشون میخرن و مفبری اعظم رو این وسط این افراد دارن میبرن و میکنن. اما نکته مهمی که وجود داره و من دیدم که خیلی از رسانه ها و خیلی از تحلیلگرها و خیلی از افراد نسبت به این قضیه سکوت کردن، اونم این هستش که ما از این تتلو چجور رسیدیم به این یکی تتلو. یعنی روند یک تتلویی که
به سبک خاصی شعر میخون، عاشقانه، R&B، موسیقی اعتراضی، موسیقی دیسلاو، موسیقی که قشر جوان دوست داشت. به کجا رسیدیم که تتلو موسیقیش رو برد به سمت موسیقی فحاشی، به سمت فحش، به سمت ناسزا و شاید هم در قسمتیش توهین به مقام‌های سیاسی کشور که داغ دل در رو تازه بکن. میگن آخش عجب فحشی داد، عجب فحشی داد به اسلام، عجب فحشی داد به سیستم اون آخوندی. به نظرتون کی مقصره که تتلو از این آدم به این آدم تبدیل میشه؟ چرا صورت مسئله رو پاک میکنید و چرا از آخر میخواید بیاد به اول؟ ظلم اصلی رو حکومت به تتلو کرد. ظلم اصلی رو فساد سیستماتیک که اون حکومت به امثال تتلوها کرد. من همیشه بزرگتر به این قضیه نگاه میکنم. حالا یکی برگشته ایران، بخواید حبس طولانی مدت بهش بدید، بخواید 1000 تا بلا سرش بیارید یا 1000 تا از این کارهایی که خودتون میکنید، اما چه روندی باعث میشه که امثال تتلوها به این سمت برن؟ اگه تتلو فحاش میشه، اگر تتلو مریض جنسی میشه، اگر تتلو دست روی ناموس مردم بلند میکنه، اگر تتلو رو میاره به اعتیاد و مواد مخدر، میلیارد % اون حکومت و جامعه مقصرن. اگر جامعه ما جامعه بود که لحاظ فرهنگی خوب مدیریت میکرد، بودجه ها درست مصرف میشد، خانواده امیر تتلو به قول خود تتلو خانواده فقیری بودن، کشور به اون ثروتمندی اصلا چرا باید فقیر داشته باشه؟ این که بعد بریم عقب‌تر دیگه. آقا به عقب‌تر نگاه بکنیم. یه بار از این ور نگاه می‌کردیم، حالا می‌خوام یه بارم از این ور ببینم. این همه انتقاد کردم تتلو، گفتم آقا دست رو ناموس اون بحثش جداست، اما این ور قضیه هم باید ببینیم که چی باعث میشه که تتلو اینطوری میشه. نگاهمون رو باید بازتر بکنیم دیگه. جامعه‌ای که من و شما داخلش بزرگ شدیم و رشد کردیم. خیلی همون شانسی از اون جامعه در رفتیم، شدیم نمیدونم دکتر، شدیم مهندس، شدیم نمیدونم بیزینسمن. شانس بود. یعنی اون مملکت در پایه شانس داره مدیریت میشه. وگرنه ما وضعیت مدارسی که توش بزرگ شدیم و دیدیم، من تو اون مدارس بزرگ شدم دیگه، درس خوندم دیگه، خود شما هم خوندید دیگه. یعنی سیستم آموزشی که ما در اروپا هست و نگاه میکنیم با سیستم آموزشی در ایران پشمامون میریزه. توی آلمان میخوان یه بچه رو تنبیه بکنن، یه بچه رو به سزای اعمال و رفتار بدش برسونن، میگن آقا امروز حق نداری بیای مدرسه. برای اون بچه نرفتن به مدرسه بزرگترین تنبیه و بزرگترین عذابه. میگه وای امروز نمیرم. یعنی ببین چقدر فضای مدرسه و علم و دانش براشون خفن و باحال و آرام بخشه که نرفتن به مدرسه براشون تنبیه. اما تو ایران ما دنبال زنگ آخر فرار از مدرسه بودیم. انقدر فضای مدرسه کثیف بود، انقدر اون معلمای آموزشی عقده‌ای بودن، با احترام به تمام معلم‌ها، اون موقع کتک می‌زدن و این چیزا دیگه. به هر حال اونها هم دیگه یاد گرفته بودن که بعد این کارو بکنن دیگه. چقدر ما ناظم مدرسه و نمیدونم از مدیر مدرسه چک خوردیم و این صحبت. این به خاطر این نشون میده که اون جامعه و اون فرهنگ توی تربیت فرزندان، تو تربیت نسل زد اصطلاحاً خوب نتونسته مدیریت بکنه. افتخارش میشه سرود سلام فرمانده که بعدش ساسی آهنگ میده که اونم اصلا شروره، ولی خب به هر حال این سبک جدید دوستش دارن و ازش دفاع میکنن. سبک مبتذل پرتکرار. یه آهنگ 4 سال پیش خوند دکتر جون دکتر، بعد اومد یه آهنگ دیگه خوند، بعد همه آهنگا ریتما همه شبیه هم دیگه، فقط متن روش عوض میشه. یعنی سوراخو پیدا کرد. یکی هم اومده شعر و اروتیک و جنسی کرده 85 این چیزایی که جوونا و نسل زد دوست دارن، با به همراه میم و این چیزها. 10 سال دیگه هم مثلا موزیک از مد میفته، ولی شما شعرهای هایدو و مهستی و چه مثال شعروری دارم میزنم، ولی میخوام به شما بگم که قدرت موسیقی ما از کجا به کجا رسید. بعد 50 سال گوشش میدی باز برای تازگی داره. ابی که ما اینم ازش انتقاد میکنیم، آهنگای قدیمیشو گوش بدید بعد 50 سال براتون
جذابیت داره. ولی خب به هر حال اینم یه سبک موسیقی که نسل جدید دوست دارن. خودم رپ دوست دارم. از بحث خارج نشیم. اینکه چه اتفاقی میفته، حکمایی که برای تتلو من شنیدم که میخوام ببرن، بعد حتی خبرگزاری‌ها زده بودن که قراره که چه حکمایی رو برای تتلو ببرن. رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی، اتهاماتی که دارن به تتلو میزنن در کشوری که بیماری حشری بودن توی جامعه رو شماها رواج دادید و هر چقدر آدم‌ها رو بسته بکنید خروجی همچین اتفاقی بیشتر خواهد شد. مقصر این اتفاق کیه؟ تتلوه. تتلو گرمی زیاد میخوره یا 90% اون جامعه گرمی زیاد میخورن؟ یه سر به این ادارات بزنید، یه سر برید جایی که فلان رئیس اونجا میتونه تصمیم بگیره، ببینید زیپشون رو چجوری شل میکنن برای مراجعه کننده و افراد مختلف. مختص تتلو و تتلیتی ها نیست، جامعه انقدر کثیف ها این تیپی شد. تجاوز جنسی به زنان و دختران، اینو نیستم که تجاوز کرده، چون هر کسی که رفته پیش تتلو با علاقه و عشق خودش رفته به عنوان یه تتلیتی. اینکه توی اون خونه چه بلایی سرش اومده و کتککاری ها اون بحثش جداست. ولی با تمام کسانی که من صحبت کردم، با تمام دخترایی که من صحبت کردم، همه با میل باطنی خودشون رابطه برقرار کردن، ولی جنسی کراش داشتن رو این آدم دیگه. اینکه بعدش کتک و اینا زده اون بحثش جداست. اینکه با کتک بخواد رابطه جنسی برقرار بکنه میشه تجاوز، ولی اینکه بخواد رابطه جنسی برقرار کنه بعد کتک بزنه یه چیز دیگه است، فیتیشه. شاید بیمار بودن، شاید مریض بودن. و به نظر من تتلو باید درمان بشه، واقعا باید درمان بشه. چیزی که از کودکی با این آدم رشد کرده، در یک خانواده‌ای که پدر معتاد بوده، مادر اصلا یه کاری که خود تتلو تعریف میکنه انجام میداده و شما طبیعتا اون چیزها رشد بکنی باهاش، یه جایی به بعد میزنه بیرون و عقده میشه. نمیدونم ترویج سایت های قمار و نمیدونم مواد مخدر و این چیزها. در حال قمار که سیستمش دزده، مش دل و دزد و فاضلاب مجازی و انوگو دارن این چیزها رو تبلیغ میکنن و هر آدم احمقی که بره تو این سایت های اینا بازی بکنه، حتی تو همه جای دنیا هستا، بازی هم میکنم. من خودم هم گاهی وقتا فوتبال بازی میکنم، خب، ولی نه تو سایت این دل و دزدا. خب اینکه یکی ترویجش میده یا تبلیغش میکنه بسش جز این فرهنگ جامعه شماست. مگه ببخشید شما جامعهتون فرق میکنه با جامعه آلمان؟ تو جامعه آلمان سر کوچه و جای مختلف هم هست، ولی فرهنگش رو آموزش میدن به مردم. میگن زیر 18 سال نباید بازی بکنه، هست همه میتونن برن این کار رو انجام بدن مثل خیلی کارهای دیگه، ولی انقدر فرهنگش رو خوب رشد میدن که بعدش اگر یه کسی هم رفت این کار رو انجام بده تن و بدنشون نلرزه بگن امام و انقلاب اسلام به خطر افتاد. میگن ما فرهنگ سازیشو کردیم، حالا هر کسی هر کاری دوست داره بره بکنه. آسیبش تو جیب خودش میره. پول ما رو بدید، مالیات ما رو بدید، هر کاری دوست داشتید برید بکنید. یا مثلا توهین به شخصیت‌های سیاسی اون مملکت، شخصیت‌های مهم سیاسی که گفتن هست. چرا باید یه آدم به شخصیت سیاسی فحش بده یا به اشخاص سیاسی فحش بده؟ زمانی که بهش ظلم میشه. داریم منطقی صحبت میکنیم دیگه. شما تا وقتی که بهت ظلم نشه دیوونه‌ای مگه فحش بدی؟ درسته تتلو مشکل اخلاقی داره، ولی اونقدر هم دیگه مشکلات اخلاقیش عود نکرده که بخواد همینجوری الکی فحش بده. که وقتی شما چندین سال به تتلو مجوز نمیدید که کنسرت برگزار بکنه، به قول خودتون دست به هر کاری زد، کارشو دارید میبینید دیگه. انرژی هسته‌ای، شهدا، آقا دیگه شما چی میخواستید؟ هر چارچوبی که شما میخواستید این آدم رعایت کرد، بهش مجوز ندادید. بهش توی دیدار با ابی رئیسی گفتید آقا کنسرت بعد بذاری همین امشب، بعد کنسرتشو لغو کردید. خودتون تو سیاسی ترین خبرگزاری اون حکومت یعنی فارس ازش تقدیر کردید. اینها و کارایی که کردید، بعد خودتون هم بهش مجوز ندادید. خب اون آدم میگه شما چه آدم‌های فلان فلان شده هستید، فقط دارید مفت منو میبرید. مردم هم آگاه هم میبینن میگن راست میگه تتلو دیگه. پس راه فحش دادن شما اینجا باز میکنه، یعنی یه کاری میکنه طرف فحش بده،
و طرف هم فکت میاره میگه شما این دلیل فوش دادن بودید و مردم هم میگن راست میگه تتلو دیگه. پس عامل اصلی شمایید. بعد مگه کسی خوشش میاد از کشور خودش مهاجرت بکنه؟ اما شما وقتی مجوز کنسرت به این آدم نمیدید و فقط به فکر دمپایی و جوراب سفید و یقه بستتون هستید و نه به فکر رفاه مردم و به اسم خدا و قرآن و امام و انقلاب انواع اقسام دزدی ها رو انجام میدید، امثال تتلیتی ها بیشتر میشن. چطوری؟ تتلو وقتی در گرجستان کنسرت میذاره، وقتی در ترکیه کنسرت میذاره، میدونید چه حجم از ارز و یورو و دلار از کشور خارج میشه؟ وقتی در آلمان کنسرت میذاره پیش بینی میکنن که 20,000 نفر آدم قراره بیان و هر کدوم هم به صورت میانگین قراره $200 پول بدن. فقط 4 میلیون دلار گردش مالی کنسرت تتلو در همین کشور آلمان میشه. تتلو نه ها، تتلوهای آینده و قبلی و گذشته، خواننده هایی که بودن، ابی، داریوش، گوگوش، همه این افراد. آقا به هر حال اینا ارزه که از کشور خارج میشه. حالا اونایی که تو اروپا هن ممکنه تو ایران نرن، ولی اونایی که تو ترکیه هن خیلیشون از ایران رفته بودن ترکیه کنسرت دیگه. خب سودش میره تو جیب کی؟ سودش میره تو جیب دولت ترکیه. سود و پتانسیلی که میتونستن باش پولسازی بکنن تو ایران برای همچین خواننده‌ای. برای آرمین زارعی این کارو انجام دادن، اما دهن آرمین زارعی، اما آرمین تویفر هم سرویس کردن. 6-7 سال پشت اتاق مجوزها دوید، نتونستی آهنگ بده بیرون. الان نمیدونم 200 تا 300 تا سانس گذاشته، همه رو هم سولات کرده و این پولها به حال ثروتیه که با دادن مالیاتش به اون سیستم برمیگرده دیگه. البته شما چی میفهمید از مالیات هم بدن خودتون میدوزید. یه چای دبش اختلاس کرد، یعنی تا آخر عمرشون که هیچی، از صدر اسلام تا الان هم میخواستن این پول خرج بکنن، روزی 300 میلیون هم خرج میکردن تموم نمیشد. ببین چه اختلاسی کردن. و سیستم هم اینطوری بوده که اینا تا یه جایی خوردن، حالا جزئیات چای دبشو به زودی به شما میگم، یه جایی به بعد دیگه به بقیه ندادن بخورن، خودشون تکی داشتن میخوردن، بقیه که داشتن میخوردن لوشون دادن. اصلا چای دبش بهانه از چیزای دیگه در پشت پرده است که به زودی راجع به جزئیات چای دبش میگم. الان بحث تتلوه و معضل تتلو یا اصطلاحاً چالش تتلو چالشیه که الان جامعه باش دست و پنجه داره نرم میکنه. وقتی تتلو این همه سختی میکشه میره ترکیه، به خودش تو جا میگه آقا چه وضعشه، من میخوام برم تو کشور خودم کنسرت بزنم. وقتی شما اجازه کنسرت بهش نمیدید، این پول میرسه به اون دولت، خب نباید به اون سیستم فوش بده. اون سیستم لیاقت فوش شنیدن داره. خودشون هم الان وقتی حرف منو بشنون میگن راست میگه، آقا چقدر ما آدمای فلان فلان شدیم، خودتون به خودتون هم فوش میدید، من میدونم. وقتی شما میتونید از یه چیزی تولید ثروت بکنید، بعد از همین آقا نگران امام و انقلاب اسلام میتونید با تولید موسیقی مبتذل زیاد یکم حالا اوکی نیست. شب قبلم زود خوابیدم بیهوش شدم، ولی خب دیگه دارم با تمرکز اجرا میکنم که سوتی زیاد ندید، گیر ندید دیگه سوتی هم. ببینید میتونید ازش استفاده سیاسی و استفاده مذهبی هم بکنید. تأثیر آهنگی که تتلو روی ناو کشتی داد بیشتر بود یا سلام فرمانده شما؟ کدومشون بیشتر صدا کرد؟ تیتر اول مجله گاردین حضور امیر تتلو روی ناو جنگی ارتش بود. CNN، فاکس نیوز و خیلی از رسانه های بزرگ دنیا در خصوص تتلو صحبت کردن. شما میتونید از این آدم بهره بگیرید. اما چی میشه که تتلو از این چهره به این چهره تبدیل میشه؟ به قول شما شیطانی روند تبدیل شدن این آدم به این آدم کی مقصرشه؟ خودش مقصره. الان حمله به تتلو باید بشه. بله یه جای خود تتلو مقصر بوده، اونا بحثش شده است، اما باید به این قضیه ریشه‌ای نگاه کرد. بعد برداشتن تتلو رو فرستادنش تو انفرادی و چیزای مختلف، 4 سال دیگه میارن جلو دوربین و ازش اعتراف میگیرن.
این موضوعات بعد بپردازید. میخواستم جزئیات خبر تتلو رو بهتون بگم که آقا چه بسیاری از نزدیکان تتلو رو گرفتن، گرافیکارش رو گرفتن و دو تا از دوستای صمیمی تتلو رو بازداشت کردن، گویا انگار هنوز تتلو نرسیده، چک اولو نخورده، این افراد گرفتن. معمولا اگه یه کسی با دیل میرفت ایران، یعنی با لابی میرفت ایران، این اتفاق نمیافتاد و توی ویدیو قبلی هم گفتم 2 تا فرضیه برای اومدن تتلو به ایران وجود داره که من الان با این اتفاقاتی که داره میفته فرضیه دوم رو پررنگ‌تر میدونم. اما از اون طرف تتلو یک ضرر 200-300 هزار دلاری هم به برنامه گذارش زده. این آدم بی معرفتیه، کلاهبرداری 300-400 هزار دلاری کرده عملا دیگه. پول کنسرت ها رو گرفته، اومده خارج از کشور کنسرت بذاره، نذاشته، برگشته ایران، پول اونا رو هم پس نداده. آقا یعنی کلاهبرداری دیگه. تتلیتی اگه میخواید سلطانتون زیر دین نره، درست بکنید پول بذارید رو همدیگه، ضرر و زیان این کسایی که این کارو انجام دادن خواستن کنسرت بذارن رو بدید 2 تا 4 تا. اگه خودتون رو تتلیتی میدونید و این آدم درستی میدونید، اگه فکر میکنید کارمایی وجود داره، این یانگی وجود داره و ایکس الکی براش گریه میکنن تتلو بشین سر جاتون بابا. اما حرف من با کسایی که دارن از این اتفاق و این موضوع بهره برداری سیاسی میکنن، تو این چند سال گذشته تتلو چقدر دوید که پاسپورت بگیره، بهش پاسپورت ندادید. یعنی گذاشتید که در تتلو در ضعیف‌ترین حالت ممکن بهش پاسپورت بدید. وگرنه تتلو اگر 4-5 سال پیش پاسپورتش رو گرفته بود، با تور کنسرتایی که در دنیا گذاشته بود و با پولی که به دست می آورد، شاید به این جنونی که الان رسیده نمیرسید. از بی پولی یا از فقر روی آورد به این اتفاقات. اگه آدمی بود که به ثروت خوبی میرسید و به یک جایگاه خوبی میرسید، شاید به این حالت تبدیل نمیشد. پس این قضیه که پاسپورت نمیدادن مقصرش کی بوده در همه جای دنیا؟ مگه داریم که به یه آرتیست پاسپورت ندید؟ اگه دارید بگید من ببینم نمونهش رو. ولی اینا دلیل برای نمیشه که من اینا رو دارم صحبت میکنم پا بذارم روی کار بدی که تتلو کرده، دست روی دخترها بلند کرده، به زور گفته تتو بزنید، بی‌ناموسی که من اوناشو در نظر میگیرم. برای همین شمشیر رو از رو بستم و دارم ازش انتقاد میکنم. پایینم نمیام. هر چقدر میخواین تتلیتی ها فوش بدن، من اهوازی ام. من سیستمم یه جوریه که تو اون مملکت بابام و رفیقای بابام و همشهریام جلوی گلوله وایسادن. شما که دیگه گلوله‌های مشکی فیک مجازید بابا. من توی همچین فرهنگی بزرگ شدم. جلوی ظلم وای میستم، جلوی بی‌ناموسی وای میستم. بگذاریم. حالا سعی میکنم که جزئیات بیشتر رو توی ویدیو بعدی بدم. حتما ویدیو رو اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارید. من کامنت ها رو دارم میخونم، خیلی کامنت زیاد میاد، 2-3 هزار تا همه رو میخونم. و اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید و ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.